بررسی میکنه و به تشخیص قطعی میرسه. اما اگر ما کبد چرب داشته باشیم و درمان نکنیم چه اتفاقی میفته؟ ته‌نشین شدن چربی و رسوب کردن چربی در کبد ما باعث میشه که سلول‌های کبدی ما دچار التهاب بشن. اگر درمان نشه کم کم این التهاب بیشتر میشه و باعث ایجاد زخم در سلول‌های کبدی و اصطلاحاً سیروز کبدی میشه و در نهایت هم میتونه منجر به سرطان کبد بشه و به خاطر همین هست که درمان کبد چرب خیلی برای ما مهم هست، برای اینکه بتونیم پیشگیری کنیم از سیروز کبدی و از سرطان کبدی. اما نکته مهم اینه که ما چرا به کبد چرب مبتلا میشیم؟ وقتی که چربی خون ما بیشتر بشه مبتلا به کبد چرب میشیم؟ باید بگم که خیر، فقط افزایش چربی خون شما نیستش که شما رو مبتلا به کبد چرب میکنه. متهم اصلی در ایجاد کبد چرب وزن بالا و چاقی هست. توصیه میکنم همه شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید اگر دور کمر شما بالای 88 سانتی متر حتما به پزشک مراجعه بکنید و در مورد کبد چرب بررسی بشید. وزن بالا، چربی شکمی بالا، داشتن دیابت نوع 2، چربی خون بالا و زندگی بی تحرک و نشسته، همه اینها کمک میکنن که شما مبتلا به کبد چرب بشید. اما اگر من رفتم پیش پزشک، سونوگرافی انجام دادم، آزمایش انجام دادم و متوجه شدم که کبد چرب دارم، چه کاری باید انجام بدم؟ کبد چرب یک نوعش نوع 1 هست، گرید 1 هست که در اون یک مقدار التهاب در سلول‌های کبدی وجود داره ولی هنوز آسیب زیادی به کبد نرسید. اما در گرید 2 کم کم التهاب بیشتر شده و سلول‌های کبدی عملکردشون هم آسیب می‌بینه و در گرید 3 هم که دیگه نیاز به اقدام خیلی جدی و فوری هست و ممکنه منجر به سیروز کبدی بشه. به خاطر همین ما توصیه می‌کنیم قبل از اینکه علامتی ببینید، قبل از اینکه اتفاقی بیفته، حتما کبدتون رو بررسی کنید ببینید که مبتلا به کبد چرب هستید یا خیر. اگر چاق هستید حتما باید بررسی بشه و اگر متوجه شدیم که کبد چرب داریم حالا باید چه اقدامی انجام بدیم. اگر بخوام واقعیت رو به شما بگم اینه که کبد چرب هیچ درمانی نداره. درمانهای دارویی هم که میگن برای اینکه از پیشرفت و آسیب بیشتر به سلول‌های کبدی جلوگیری بشه. ولی چیکار کنیم؟ باید در اولین مراحل اون رو تشخیص بدیم و شروع کنیم به کنترل و جلوگیری از پیشرفت. البته کاهش وزن که مهمترین عامل در کنترل کبد چرب کمک میکنه که گرید کبد چرب شما از گریدهای 3 و 2 به گرید پایینتر تبدیل بشه و آسیبی که در کبد شما ایجاد میشه خیلی کمتر بشه. پس حتما وزنتون رو کم بکنید، میزان چربی های دریافتی روزانه خودتون رو کم بکنید، کره و سرشیر، خامه و روغن حیوانی رو هم حذف بکنید. من در یک ویدیو در مورد فواید روغن حیوانی با شما صحبت کردم که میتونید اون رو ببینید. اما اون دسته از افرادی که انحصاراً نمیتونن از روغن حیوانی استفاده کنن افرادی هستن که به کبد چرب مبتلا هستن و نباید افرادی که کبد چرب دارن روغن حیوانی مصرف بکنن. نکته دوم این هست که حتما از روغن کنجد، روغن زیتون و روغن آفتابگردان استفاده کنید به جای بقیه روغن ها. و این تصور که ما فکر میکنیم که فقط چربی ها باعث کبد چرب میشن کاملا اشتباه هست. نشاسته، نان سفید و برنج سفیدی که ما در غذاهامون مصرف میکنیم و در بین ما ایرانیان خیلی شایع هست، یکی از متهمین مهم کبد چرب هستن، چون اضافی این نشاسته ها و در واقع نشاسته های سفید در بدن ما تبدیل به تریگلیسیرید میشن و این تریگلیسیرید میاد در سلول های کبدی ما ته‌نشین میشه و کبد چرب ایجاد میکنه. پس مصرف برنجتون رو به هفته 3 بار حتما کاهش بدید. اگر میتونید قطع بکنید، از نانهای سبوسدار استفاده بکنید، برنج قهوه‌ای استفاده بکنید، میوه و سبزی زیادی مصرف بکنید. از غذاهایی که امگا 3 گیاهی و حیوانی دارن حتما هر هفته استفاده کنید، شامل انواع ماهی ها مثل ماهی ساردین، سالمون، تن ماهی و همچنین از امگا 3 های گیاهی مثل مغزیجات و دانه سویا استفاده کنید. البته دانه سویا که روغن گرفته نشده منظور من هست و توفاله سویا منظورم نیست. فعالیت بدنی یا ورزش هم مهمترین رکن در واقع حل مشکل کبد چرب هست که باید ورزش بکنید. هفته 3 روز حداقل فعالیت فیزیکی داشته باشید یا هر روز پیاده روی بکنید و همه اینها به شما کمک میکنن که شما از شر کبد چرب خلاص بشید.